از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفتند وقتی که کلمه بسم الله فرستاده شد، تمام باشندگان مکه، تمام آنهایی که در مکه زندگی میکردند، تسبیح را از جانب کوه ها شنیدند که تسبیح را شنیدند که کوه ها میگفتند، یعنی که تمام کوه ها بسم الله میگفتند. بعد از این حادثه قریشی ها با گفتن آن شروع کردند که گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه کوه ها را سحر و جادو کرده است. بعد از آن که آنها شروع کردند به گفتن این، خداوند ابرهای سیاه را فرستاد و آنها تمام شهر مکه را فرا گرفتند. بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر یک انسان از ته دل کلمه بسم الله را بگوید، یعنی که از ته دل بسم الله بگوید، با گفتن آن تمام کوه ها نیز تسبیح میگویند با کلمه بسم الله، ولی انسان ها این سخن را نمیشنوند. وقتی که در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت 4 دریا را دیدند، آن کس از جبرائیل پرسان شدند که یا جبرائیل، این دریاها از کجا می آیند؟ یعنی که سرچشمه این دریاها در کجاست؟ بعدا جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند که من سرچشمه این دریاها را نمیدانم، لیکن تنها همین را میدانم که همه این دریاها به حوض کوثر رفته میریزند. لیکن گفتند تو از خداوند طلب کن و خداوند سرچشمه این دریاها را به تو خواهد نشان داد. بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم این خواهش را کردند و به نزد آن کس یک فرشته آمد، عرض سلام کرد و از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش کرد که چشمای خود را پوشند. بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چشمای خود را پوشیدند و کمی یک مقدار وقت گذشت، آن فرشته به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که تا چشمای خود را باز کنند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم چشمای خود را باز کردند، آن کس در نزد خود یک منصرد سفید را دیدند که در دروازه آن یک کلف آویخته شده بود. و بعدا آن فرشته که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بود، با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که با آن منصرد درآیند، داخل آن شوند. بعدا پیامبر به فرشته نگریستند و گفتند که چگونه من درم؟ آخر دری آن محکم است، درش محکم کرده شده است، آنجا قلفی است. بعد آن فرشته به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که کلید آن قلفی که در هست در دست تو است. بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که چگونه؟ در کجاست؟ در دست من که کلید نیست. بعد آن فرشته به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که کلید آن قلف این کلمه بسم الله است. باز در دیگر جای آمده که هر کسی که بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله میگوید، خداوند این نفر را همان روز از 70 مشکلی های گوناگونی که سری او خواهند آمد نگه می‌دارد. باز در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که تمامی همین چیزهایی که در آشخانه هست، یعنی که با گفته دیگر پسوده هایی که در آشخانه هست، یعنی که خوراک ها، آب هایی که نگاه داشته میشد آنجا، هنگامی که سرپوش آنها را میگیرید یا اینکه میپوشانید، باید که پیش از این بسم الله گویید. حتی اگر یگان ظرفی که سرپوش نداشته باشد، باید که آن را با چیز حتما با گفتنی کلمه بسم الله آن را پوشانید. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شیطان ظرفی دهانش پوشیده را کشاده نمیتواند.
و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری گفتند که اگر وقتی که شما با خوردن خوراک آغاز میکنید و کلمه بسم الله را پیش از آنه که استعمال خوراک کنید میگویید، شیطان و دیگر یاران او و یاران خود میگوید که رفتیم از اینجا میرویم، زیرا که امروز در اینجا به ما نه خوراک است و نه جای خواب. و در حتی در حدیث آمده که اگر تمام دریاها و بحرها و اقیانوسها رنگ شوند و تمام درختانی که در دنیا هستند کاغذ شوند و تمام انسانها، جنها و فرشته ها سرجم شوند و معنای کلمه بسم الله را نویسند، یعنی که نوشتنی شوند، آنها در 1000 سال همین انسان ها، فرشته ها و جن هایی که هستند در 1000 سال تنها 10 معنای همین کلمه بسم الله را حتی نوشته نمیتوانند. برای همین دوستان عزیز، هر کاری که میکنید، هر جایی که میروید، هر نیتی که میکنید، بسم الله را فراموش نکنید. با شبکه ما آبونه شوید. این نوا را با یار و دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی پهن کنید تا اینکه آنها هم با خبر شوند و با آنها توصیه نمایید تا ما را همراهی کنند و اینچنین به گروه های ما و شبکه ما در یوتیوب با نام برادر مسلم آبونه شوند. خداوند یار و مددگار شما تا نوارهای آینده.